یادتونه یه زمانی گانگنام استایل مد شده بود. حالا ما خیلی وقتها اشاره کردیم به این موضوع که حتی زبان کره ها و ژاپنی ها تا حدودی آدم فکر میکنه زبان آدمیزاد، چینی ها که همش ه. پریشب هتل آزادی بودیم، یکی از برندهای چینی که در ایران قوقا کرده نمایندگانش اونجا بودن و باشون صحبت کردم و چند تا فوش آبدار نشانشون کردم. گفتم چی میخواین از جون ما، دست بر نمیدارید شما؟ بازیافتشون ماییم براشون، چینی‌ها چیزی دور ریز ندارن، هر چی که دیگه میخوام بگم خب ایران هست دیگه، میدیم بده حالا دم نقد. گفتم اگه میگم چند تا حرف داره زبون چینی؟ گفت نمیدونم. از خودشون سوال کرد، خودشون هم نمیدونستن، اما ه زیاد داره توش. چینی ها وقتی که نامه ای چیزی می نویسن دیدی که همه خط و اینجور چیزاست. با خط اگر نامه ای چیزی نوشتن اشتباه شد حق نداره خط بزنه، یا دیدی فوش خار مادر حساب شد.